یک سوال دیگه دارم شما، آیا این اوضاع رو بدتر میکنه که یک صحبتی مذاکره‌ای با آمریکا بشه و اگر از سوی شما شروع بشه، شما صحبتتون رو امروز با خیلی لحن خصمانه‌ای مطرح فرمودید که مذاکره مقامات بالای دو کشور امکان پذیر نیست. چرا؟ ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک شهروند آمریکایی خیلی رو راست حرف بزنیم، باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا می توانست اعتماد ما رو جلب کنه، خیلی از مشکلات حل می شد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. ما ملت آمریکا رو، یعنی شماها رو، یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدی میدونیم و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده. و یک حقیقت دیگر رو هم بگم، ما تصمیم‌های دولت شما رو در زمینه‌های مختلف از جمله در رابطه با خودمون چندان هوشمندانه هم نمی‌یابیم. یک نکته دیگر رو هم بذارید اضافه کنم، چون شما یکی از چهره‌های رسانه‌ای آمریکا هستید. این رو هم بگم که ما از رسانه‌های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حقایق رو درباره ما نگفتند و بسیاری از حرف‌هایی رو که دشمنان ما می‌خواستن درباره ما پخش بشه در رسانه‌های شما گفتند. مثلا من دیروز در نطق گفتم ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای تروریستی از دست دادیم به دشمنان ما در کشور ما انجام دادن. ما بیش از 350 مورد در طول این 6-7 سال گذشته انفجار در مسجدها، در میدانها، در مراکز عمومی و نماز جمعه ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه‌های شما به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن. اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه‌های شما هم تکرار میکنن و کسی هم از دولت آمریکا نمیپرسه که چرا شما خودتون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریست هایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت میکنید، اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید. به نظر من این جای گله فقط از دولت آمریکا نداره، بلکه یه قدری هم از شما اصحاب رسانه ها هم بایستی گله کرد.